خیلی خوبیش این بود که خب منتقدم داشتیم، علاقمندم خیلی داشتیم، ولی خب چه مخالف چه موافق به شدت میدیدن با جدیت و با خیلی دقت. این خیلی خوبه. کدوم فصل از زندگی کیمیا براتون جذابتر بود و یا سخت‌تر بود بازی براتون تو اون فصل؟ دوران نوجوانیش خیلی سخت بود برام بازی کردن درش، چون خب فاصله زیاد بود از من و اون شور و نشاط و اینها رو همش نگرانش بودم، ولی سخت‌ترین و زیباترین بخشش برای من جنگ بود. یعنی قسمت‌های خرمشهر که درگیر جنگ می‌شدیم و دوره‌ای بود که خیلی سکانس‌های سنگینی بود و خیلی خیلی برای من ارزشمند بود که این شانس و خدا بهم داد که این نقش رو بازی کنم، به خصوص به خاطر بخش جنگش. یعنی جنگ که تمام شد گفتم خب دیگه من خدا رو شکر میکنم تا اینجاش پخش شد، ادامش همه چیز خب فرق میکنه، یه اتفاق دیگه است، ولی این جنگ دلم میخواست که درست منعقد بشه و چون آقای افشار هم خب خودشون رزمنده بودن و در این کار بودن، خیلی وسواس داشتن، خیلی به ما کمک میکردن، خیلی برام مهم بود. یعنی از ته دل بازی کردم. حالا نمیدونم نتیجهش در نهایت چی شده، ولی امیدوارم که منتقل شده باشه، چون خیلی صحنه‌های جنگو هم دوست داشتم، هم ببینین یه اتفاق دیگه بود دیگه. آدم درگیر هیچی نبود جز اون جز اون خاک خرمشهر، یه خاک آره احساس می‌کنی روح اون شهدا هستش اونجا و خیلی عجیبه. یعنی با هر اعتقاد یا با هر دین و ایمونی اصلا ربطی به هیچی نداره، یه ارق ملیه که قدم که برمی‌داری داری به جای اونایی کار می‌کنی، احساس می‌کنی همه‌شون وایسادن دارن نگات می‌کنن و اگه اشتباه کنی آره به نظرم یعنی اصلا باید واقعا با خودتو فراموش کنی، زندگیتو فراموش کنی. من اون روزا تولدم هم بود، ولی اینقدر غمگین بودیم، از تهران مهمون داشتم، همشون برگشتن گفتن اصلا اینجا جنگ تولد نیست. آره خیلی خدا رو شکر میکنم، من دوست داشتم این تجربه فضای جنگ رو نداشتم و خیلی لذت بردم. اینکه نقش مادرتون رو توی فیلم مادر واقعیتون بازی می‌کرد چقدر تونست تو ارتباط و راحت بودن برای بازی براتون موثر باشه؟ خیلی خیلی. اولا که مادر من که اصلا استاد منن، چه مادرم چه پدرم هر دوشون، جدا از اینکه تربیت من کاملا مدیون اوناست، ولی در بازیگری همیشه کمک میگیرم و دستشو که میگرفتم مثلا یه اتفاق دیگه میفته. یعنی تو بغل مامان همه چیز یه جور دیگه است. میگم بازم خدا رو شکر، بر من موهبه افتخار بود، واقعا افتخار بود. یه سری حواشی شنیدیم راجع به نوع گیریم توی سریال کیمیا، راجع به اون یه خورده برامون بگید. ببین نمیدونم که اون حواشی چرا پیش اومد، چون بعداً هم شنیدم که آقای امیر اسکندری گفتن من این حرفا رو نزدم، چون اصلا گیریم مورد شخص من برای تست گیریم من آقای عبدالله اسکندری تشریف آوردن و نظر همه بود متفق، آقای کارگردانمون، تهیه کنندمون و آقای عبدالله اسکندری که استاد مسلم گیریم ایرانن، خودشون گفتن برای سن 47 تا 50 سال ما از لاتکس و مواد استفاده نمی‌کنیم، به خصوص برای 4-5 ماه. یعنی سن انقدر پیر نیست که بخواد از این چیز، وگرنه که من به هر حال قرار شد با سایه کاری ما به این قضیه برسیم. یعنی هر روز این حدود 1 ساعت من گیریم میشم و اصولا طبیعی هم نیست اگر گیرموری وجود داشته باشه که بهش بگن یه بازیگری مثلا زیر بار گیرمت نمیره، خب میره اون از اون کار. چجوری میشه که آدم بمونه؟ نه نمیدونم، شاید هم خبر کذب بوده، شاید حرفا یه جور دیگه کسی جور دیگه تعبیر کرده. به هر حال من هر روز 1 ساعت بابت گیرم پیری گیریم میشدم، اما اینکه یه صحنه‌ای واقعا معلوم نیست قبول دارم، به خاطر اینکه تاثیر نور، تاثیر حتی بعضی وقتا کیفیت دوربین یا کیفیت حتی اون محیطی که وجود داره هست، تاثیرش واقعا. شاید ما بزرگترین اشتباهمون این بود که عینک زدیم. اگر عینک نمیزدیم، چون روزی 40 دقیقه این دختر خانم زواره که خیلی هم کارشون خوبه روی چشمای من کار میکردن، روی افتادگی پلک من الان حالا اونقدر وجود نداره، اونجا خیلی بیشتره، موجه های بیرنگ، ابروی بیرنگ، چشم بیحال، زیر گودیا، همه رو کار میکرد. یه جاهایی واقعا معلوم نیست، ولی واقعا یه جاهایی معلومه. من دوست داشتم که حتی اگر قرار بود اتفاق جدی‌تر بیفته خب بیفته. حتی من بارها اصرار کردم اگه دوست دارین بازیگر عوض کنین، من ناراحت نمیشم اگه فکر میکنین سن نمیخوره، صورتم جواب نمیده. با اینکه کیمیا رو دوست داشتم، دلم خواست تا تاش مال من باشه، ولی بارها گفتم، حتی بازیگر معرفی کردم، ولی همه متفق بودن که این اتفاق نیفته، بازیگرا عوض نشن. ما همه تلاشمون رو کردیم. من اون چیزی که بلد بودم و همه تلاشم کردم که یک زن مدیری که به هر حال همسرش قاضیه، یکم جدی‌تره، خشک‌تره، همه اون چیزهایی که در فیلمنامه بود مذهبی‌تر شده نسبت به دوران انقلابش، همه اونا رو پیاده کنم. حالا دیگه اگه کاستی بوده ببخشید، واقعا من 2 سال اصلا از زندگی خودم هیچ چیزی نفهمیدم.
چون برام کیمیا مهم بود، خیلی برام مهم بود و متعهدانه نقشم رو ایفا کردم. حواشی هم حیف واقعا که بعضی وقتا خودمون به این حواشی دامن میزنیم. آره کاش که دامن نمیزدیم، ولی در نهایت مهم نیست، خدا که جای حق نشسته. به هر حال ما 2 سال با عشق برای مردم کار کردیم، امیدوارم که اونام با عشق این 5 ماه از ما پذیرایی و میزبانی کردن، امیدوارم که ما میهمونای خوبی براشون باشیم. از کار بعدیتون میگی؟ یه فیلم سینمایی کار کردم که هنوز اکران نشده، یعنی اصلا تازه پایان پیدا کرده. فعلا هم هیچی، فعلا میرم سفر شهرهای مختلف که مردم دوستان لطف میکنن بعضیاشو که بتونم شرایطشو داشته باشم، میرم و از عشق اونا سرشار میشم برمیگردم. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت روزافزون کنم. لطف کردید، متشکرم. گفتگوی آپاراتی بود با مهراب شریفی نیا.